همه شما دوستای خوبم، من نوید مهروی هستم و اینجا داستان برنده. امروز میخوایم راجع به قسمت دوم استیو جابز صحبت کنیم و بهتون بگم که در ادامه اپیزود قبلی و در ادامه قسمت قبلی که بهتون گفتم اصلا استیو چجوری توی چه شرایطی بزرگ شد، تونست خودش رو رشد بده و چجوری اصلا به کمپانی اپل رسیدن با دوست صمیمیش. و امروز میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم، بهتون بگم که در ادامه چه اتفاقاتی برای اپل افتاد. پس با من همراه باشید که تا انتهای این ویدیو یک اپیزود دیگر رو از این داستان جذاب پیش ببریم. خب رسیدیم به اینجا که جابز و واز پا شدن رفتن نمایشگاه کامپیوتر شخصی توی آتلانتیک سیتی و دیدن چقدر شرکت‌های مختلف کامپیوتری خدمات بهتری رو دارن ارائه میدن، میتونن محصولات بهتری رو بدن و همین باعث شد که واز بره تو هتل و روی کامپیوتر بعدی شروع کنه به کار کردن و جابز هم همینطوری توی نمایشگاه داشت قدم میزد و داشت نگاه میکرد که کامپیوترهای دیگه چه قابلیت‌هایی رو دارن و چیا رو ندارن. اینجا در واقع پروژه اپل 2 وارد مرحله خیلی جدی‌تری شد. همین نتیجه‌ای که استیو از نمایشگاه گرفته بود و متوجه شد که پول ترل، همون صاحب فروشگاهی که اولین مشتری اپل بود، راست میگفت. شاید هر 1000 نفری که دوست داشتن کامپیوتر شخصی داشته باشن توی خونه، فقط یک نفرشون با خرید یک کامپیوتر مثل اپل وان مشکلی نداشت، چون باید برد و کیبورد رو میخرید و بعد مینشست یه سری چیزا رو به هم دیگه لحیم میکرد و مونتاژ میکرد، بعد وصلش میکرد به یک تلویزیون تا تازه قابل استفاده بشه. فکر کردم به این موضوع باعث شد که استیو تصمیم بگیره یک کامپیوتر برای خودش طراحی کنه و پاور یا منبع تغذیه‌اش هم داخل خودش کار شده باشه. در واقع طوری باشه که فقط لازم باشه که بزنیش به برق و استفاده کنی، چیزی که احتمالاً برای اولین بار قرار بود اتفاق بیفته. اگه استیو و واز میتونستن این ایده رو عملی کنن، دیگه تقریبا هر کسی میخواست و میتونست یک کامپیوتر توی خونش داشته باشه و این کامپیوتر چیزی نبود جز اپل 2. اپل 2 مانیتور نداشت، باید به یک تلویزیون جداگونه میگرفتی و وصلش میکردی. حالا همزمان که استیو داشت توی سالن‌های نمایشگاه میرفت و میگشت و چیزهای مختلف رو میدید، واز توی اتاق هتل یه ایده جالبی به ذهنش خورد و تصمیم گرفت که این کاراکترهایی که روی تلویزیون داره میبینه اینا رنگی کنه. 2 تا چالش داشت. یکی این که بابا اول یک تلویزیون رنگی داشته باشیم که بخوایم کاراکترها رنگی نشون بدیم و بعدش این که خب باید توی برد دستگاه هم یک تغییراتی صورت میگرفت. این کار رو انجام داد و برد به یکی از اون پروژکتورهایی که برای ارائه بود توی هتل نصبش کرد و در کمال ناباوری دید که کاراکترهایی که میزنه همون اتفاقی که توی ذهنش بود داره اتفاق میفته و کاراکترها به صورت رنگی دارن نمایش داده میشن. در واقع اینجا بود که یک جورایی کامپیوتر رنگی متولد شد. یه سرمایه درست حسابی نیاز داشتن دیگه. اینو نمیشد مثل اپل وان از این قرض بگیرن از اون قرض بگیرن و تولیدش کنن. سرمایه خیلی زیادی برای تولیدش احتیاج داشتن. تکنولوژیشون تصمیم گرفته بودن که تکنولوژیشون رو به یک شرکتی بفروشن که اون تولیدش کنه. حالا نوبت استیو بود که هنر و مهارت و فروشش رو استفاده کنه و بخواد بره و این رو به کسی بفروشه. با چند تا شرکت هم این کار رو خواست انجام بده. مثلا رفت با شرکت آتاری صحبت کنه، اما با همون ظاهر همیشگی، ظاهری که نه کفش باش بود، لباسای کهنه و لباسای خیلی بدبو بود. استیو کلا میره و اونجا با رئیس شرکت آتاری شروع میکنه به صحبت کردن. مثلا یه جایی پاشو میندازه روی میز و این خیلی به اون رئیس شرکت آتاری حتی بر میخوره. بعدش هم برمیگرده بهش میگه چه وضعشه آقا، پاتو از روی میز بردار، اصلا من این کامپیوتر رو نمیخوام بخرم و برو بیرون. بعد تصور نکنید که استیو با این جمله خیلی ناامید شد. گفت که نمیخری، خب نخر، میرم میفروشمش به یکی دیگه.
بعد از چند وقت با یکی از مدیرهای شرکت کومودور که اون زمان هم از شرکت‌های درست حسابی آمریکا بود قرار ملاقات گذاشت و رفت باهاش صحبت کرد، سر قیمت یه قیمتی رو اعلام کرد که به طرف خیلی برخورد. گفت ما که قیمتمون $100,000 و این حدوداست. طرف هم گفت خب ما اگه بخوایم این پولو بدیم که خودمون میسازیمش. خب و قبول نکرد و باز دوباره استیو از اونجا اومد بیرون، با اینکه واز خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و میگفت که بابا بفروشیمش دیگه، اگه این کارو نکنیم روی دستمون میمونه. اما استیو از قیمتش پایین نمی اومد. بعد از چند ماه کومودور کامپیوتر شخصی خودش رو به اسم پت معرفی کرد و واز خیلی ناامید شده بود. حس میکرد که این که نتونستن اپل 2 رو به کومودور بفروشن تقصیر استیوه. یه جایی هم حتی پدر واز میاد و به واز میگه که همه کارا رو تو داری انجام میدی و تو مهندس کاری، فقط استیو داره عملا از کاری که تو داری میکنی داره پول در میاره و چرا فقط سهمت 50-50. واز هم بهش میگه که خب باشه من ولی نمیتونم به استیو بگم. یه جایی حتی خود واز پدر میاد به استیو میگه که همه کارا رو پسر من داره انجام میده، تو چرا داری بیشتر پولا رو برمیداری؟ خلاصه اونجا استیو با این که خیلی آدمی بود که احساساتش رو راحت بروز میداد بهش گفت که گریه کرد و بعدم به واز گفت که همینه که هست، اگه میخوای 50-50، اگرم نمیخوای من اصلا میرم، همش هم برای خودت. و واز هم به این فکر میکرد که خب تا اینجا ما کلی کار انجام دادیم و تا اینجایی هم که رسیدیم زحمات استیو بوده، پس اوکیه ما همین 50-50 ادامه میدیم. حالا برای اینکه ایده جابز به واقعیت برسه باید یک کیس رو طراحی میکردن دیگه. اولش استیو رفت ران وین، همون شریک اولیه‌شون که توی اپیزود قبل راجعش صحبت کردیم، بهشون گفت که همون که لوگوشون هم در واقع اولین لوگوی اپل رو هم اون طراحی کرده بود، بهش گفت که من یه چیزی میخوام که این شکلی باشه، ساده باشه، ارزون در بیاد و شبیه کیسای دیگه نباشه که فلزی و خاکستری و بد قیافه بودن. وارم ران وین هم یه چیزی طراحی کرد. خب میدونست که اینا خیلی پول ندارن و خیلی هم نمیتونن هزینه کنن، این چیز طراحی کرد بهشون نشون داد، اما استیو این رو ردش کرد، گفت نه من اصلا اینو قبول ندارم. تا اینکه یه بار که از جلوی یه فروشگاه لوازم خانگی داره رد میشه، این مخلوط کنا رو میبینه، غذا ساز و مخلوط کنا رو میبینه و ایده جالبی به ذهنش میرسه، میگه خب از همین استفاده کنیم و سریع میره با یه طراح پیدا میکنه و بهش میگه $1,500 بهت میدم، بیا با این جنس برام یه کیس طراحی کن. طرفم میره شروع میکنه به کار کردن و بعد از چند هفته کیس جدید اپل آماده میشه، چیزی که جابز واقعا دوستش داشت. چالش بعدی منبع تغذیه یا پاور بود، چیزی که واز توی ساختش خیلی وارد نبود و منبع تغذیه‌ای که تا اون موقع استفاده میکردن خیلی پر سر و صدا بود، خیلی هم داغ میشدن و نمیشد اصلا اینا رو داخل کیس بذاریم. استیو هم دید این دیگه کار واز نیست، رفت و از یکی دیگه کمک گرفت، پاشو رفت آتاری و یه مهندسی رو پیدا کرد که این چیزا از این چیزا خیلی سر در می آورد، این چیزا رو خیلی میفهمید. بهش پیشنهاد داد که پاوری میخوام که اینو بتونم داخل کیس بذارم. طرفم واقعا یه پاور خاص با یک تکنولوژی جدید طراحی کرد که یه جوری یه انقلاب توی تولید پاور بود و در واقع به جای منبع تغذیه خطی یه منبع تغذیه متناوب طراحی کرد، چیزی که تا همین امروز هم از تکنولوژیش داریم استفاده میکنیم. استیو از همون روزهای اول روی طراحی محصولش خیلی حساسیت داشت، مثلا به طرحهای برد دستگاه گیر میداد و اینکه خطای توی برد چرا صاف نیستن، باید صاف باشن یا همچین چیزایی. مثلا میگفت 2 تا اسلات برای صفحه نصب مدارهای دیگه کافیه، اما واز اعتقاد داشت که نه، ما باید 8 تا اسلات داشته باشیم. استیو میگفت نه، واز میگفت اینجوری، تا اینکه واز توی این مورد حرفش رو به کرسی نشوند و اومدن 8 تا اسلات برای کیس جدیدشون گذاشتن. ولی خب با این شرایط استیو برای تولید کامپیوترشون گذاشته بود باید خیلی بیشتر خرج میکردن، حدود $200,000 سرمایه لازم داشتن. استیو هم هنوز دنبال سرمایه گذار بود و نتونسته بود کسی رو
پیدا کنه، رفتن چند نفری هم بهش پیشنهاد دادن و در نهایت به یک آدمی رسیدن به اسم مارک کولا، یه سرمایه گذار 33 ساله بود که وقتی اینتل عرضه عمومی شده بود کلی پول به دستش اومده بود و کلا تبدیل شده بود به یک آدم پولدار. مارکولا فقط یه سرمایه گذار نبود، کلی هم فکر توی سرش بود و پیشنهادهایی داد که استیو و واز حسابی تحت تأثیر قرار گرفتن، به این بیزینس رو خیلی بزرگتر میکرد. ذهنیت مارکولا این بود که اپل رو از یک تولیدی کوچیک تبدیل کنی به یک شرکت واقعی و گفت که باید یک بیزینس پلن بنویسیم. نشستن و بررسی کردن و مشتری بالقوه‌شون کیان، چیکار کنن تا توجه خانواده ها رو برای کار روزمرهشون جلب کنن و مارکولا میگفت که باید یک کاری کنیم که مردم از کامپیوترشون برای نوشتن حتی دستور آشپزی و حسابداری شخصیشون و اینجور چیزا هم استفاده کنن. بعد یه چشم انداز برای شرکت ترسیم کرد و گفت که طی 2 سال آینده ما باید جز 500 شرکتی باشیم که توی مجله فورچون اسمشون میاد. این یه ذره دور از ذهن بود و این توی 2 سال اما اتفاق نیفتاد. یه خود طولانی‌تر توی 7 سال بعد این اتفاق افتاد، ولی بحث این نیست که کی اتفاق افتاد، مهم این بود که مارکولا اگر این چشم‌انداز رو تعیین نمی‌کرد هیچ وقت این اتفاق هم نمی‌افتاد. یعنی این اپلی که الان هست ممکن بود اصلاً وجود نداشته باشه. استیو خیلی چیزها رو از مارکولا یاد گرفت. مثلا یکی از کارهایی که مارکولا برای اپل کرد این بود که فلسفه بازاریابی اپل رو تعیین کرد، چیزی که از نظر اون روی 3 تا اصل استوار بود: یکدلی، تمرکز و به رخ کشیدن. یعنی چی؟ یکدلی یعنی این که اپل صادقانه و بهتر از هر شرکت دیگه‌ای نیازهای مشتری رو درک کنه. تمرکز یعنی این که همه مسائل بی اهمیت رو حذف کنیم تا کارهای بی‌نقص ارائه بدیم. و به رخ کشیدن هم یعنی این که مردم کتاب رو از روی جلدش قضاوت میکنن، پس باید محصولاتمون رو به بهترین شکل و خلاقانه و حرفه‌ای معرفی کنیم. همین اصولی که همین الان هم توی اپل داره اجرا میشه. مارکولا اومد و پیشنهاد داد که $250,000 سرمایه گذاری کنه و در ازاش 1/3 سهم شرکت رو ورداره و به توافق رسیدن که سهم ها رو از همون روز اول مشخص کنن. جابز و واز و مارکولا هر کدوم 26% داشته باشن و 22% باقی مونده رو بذارن برای کسایی که بعداً میخوان به شرکت اضافه بشن. خیلی هم حرکت هوشمندانه‌ای بود و یه شب هم نشستن توی خونه مارکولا که یه خانه خیلی اشرافی و خفن هم بود توی سان فرانسیسکو، کنار استخر نشستن و این توافقنامه رو امضا کردن. اون موقع هنوز واز داشت توی شرکت HP کار میکرد و مارکولا بهش گفت که بابا این کار رو بذار کنار، بیا و خیلی متمرکز توی شرکت خودمون شروع کن به کار کردن. اما واز این رو قبول نمیکرد و میگفت که نه، اجازه بدید که من اونجا حقوق خودمو بگیرم، اینجا هم به شما کمک میکنم. استیو کلی باش حرف زد، کلی آدمای دیگه باش حرف زدن، حتی استیو رفت اینو با پدر واز هم مطرح کرد، اما واز راضی نمیشه. تا اینکه یکی از دوستاش بهش گفت که ببین اگه از HP بیای بیرون توی شرکت خودت معنیش این نیست که دیگه قرار نیست کارهای مهندسی کنی و از این به بعد باید فقط بشینی مدیریت کنی. برو اونجا بشین، به طراحیت برس، کارهای مدیریتی رو بقیه انجام میدن. همین حرف واز رو قانع کرد که از HP بیاد بیرون و فول تایم بچسبه به اپل. استیو اینا هم رفتن با یک متخصص تبلیغات صحبت کردن تا بیاد سر و سامونی به مسائل تبلیغاتیشون بده، اینطوری که وقتی موقع عرضه اپل 2 شد میتونستن بیشتر خودشون رو مطرح کنن. اولین کاری که این تبلیغاتی‌ها کردن عوض کردن لوگوی شرکت بود. خب لوگو خیلی جذاب نبود، اومدن یه لوگو ساده تر رو طراحی کردن و بهتون گفتم توی اپیزود قبلی چه جوری این رو انجام دادن. حالا این شرکت جدید که اومده بود لوگو اپل رو طراحی کرد، 2 تا لوگو طراحی کرده، یه دونه سیب کامل، یه دونه سیب گاز زده، که استیو سیب گاز زده رو انتخاب کرد چون معتقد بود اون سیب کامله بیشتر شبیه گیلاسه، شبیه سیب نیست و یک حالا اون بالاش برگی هم که داشت و الان دیگه حذف شده به صورت رنگی طراحیش کردن که نشان دهنده اینه که رنگ داخل سیستم وجود داره. خیلی گرون براشون تمام میشد به واسطه همین یه کوچولو رنگی بودنش، اما خب تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن و حتما لوگوشون رنگی باشه.
خب حالا همه چیز آماده شده بود و موقع معرفی محصول بود. اولین نمایشگاه کامپیوتر ساحل غربی که قرار بود توی آوریل 1977 برگزار بشه برای این مسئله انتخاب شد. استیو قصد داشت توی این نمایشگاه سنگ تموم بذاره، کلی خرج کرد و یه غرفه خیلی خوب گرفت. اونجا یه جوری نمایی از اپل 2 بود، رونمایی از خود اپل بود. اونجا علاوه بر این که یه جوری رونمایی از اپل 2 بود، در واقع خود اپل هم اونجا داشت معرفی میشد. کلی برای این غرفه هزینه کردن، لوگوی رنگارنگ اپل رو بزرگ ساخته بودن و نصب کردن و خیلی خودنمایی میکرد. اما فقط 3 تا دستگاه اپل 2 داشتن. گفتن چیکار کنیم؟ رفتن کلی از جعبه های خالی اپل رو آوردن داخل نمایشگاه، چیدن که مردم تصور نکنن فقط 3 تا دستگاه در واقع کامل دارن و کلی دستگاه کامل وجود داره. از اون طرف مارکولا اومد نشست کلی صحبت کرد. آقایون با این وضعیت نیایید توی نمایشگاه، ما با این وضعیت نمیتونیم. برید و فلان جا توی سان فرانسیسکو براتون کچلوار رو جلیقه بدید بدوزن و اونام رفتند و این کار رو انجام دادن. به هر حال نه اینکه استیو از اونجا تغییر کنه، اما خیلی روش تأثیر گذاشت. اپل 2 توی نمایشگاه ترکون و همونطور که انتظار میرفت ظاهر این دستگاه با همه کامپیوترهای دیگه که توی نمایشگاه بود فرق میکرد. یک کیس خوش رنگ پلاستیکی و کلی خلاقیت، کلی چیزای جدید که مردم تا حالا ندیده بودن و از اونجا بود که اپل 2 ترکوند و کلی دستگاه تونستن بفروشن. بعد از اون 3000 تا دستگاه داخل همون نمایشگاه فقط فروختن و همین باعث شد که بتونن کسب و کارشون رو بزرگ کنن دیگه. از اون گاراژ اومدن بیرون و یک دفتر گرفتن. 12 نفر توی روزهای اول تونستن کارمند بگیرن و اونجا بود که دیگه اپل شروع کرد به رشد کردن. ولی وقتی یه خورده کار جدی تر شد، مشکل بقیه با استیو شروع شد. همون مشکلی که استیو توی جاهای دیگه هم باهاش مواجه بود، اما خب نمیتونستن که استیو رو بفرستن شیفت شب مثل آتاری کار کنه. تصمیم گرفتن که یک مدیر عامل استخدام کنن که هم یه خورده از مهندسی کامپیوتر سر در بیاره، هم تجربه مدیریتی داشته باشه. رفت و در این مورد با یکی از همکارای سابقش به اسم مایک اسکات صحبت کرد و خیلی جابز موافق این داستان نبود، یعنی دوست نداشت که کسی بیاد اونجا بخواد مدیریت انجام بده. اما در نهایت آقای اسکات رو آوردن و استیو هم یه خورده اون اولا باش کلکل میکرد تا جایی که مثلا اسکات هم میخواست خودش رو ثابت کنه. لیستی که برای بانک فرستاده بودن که حقوقا رو واریز کنه، واز رو نوشته بودن شماره 1، استیو رو نوشته بودن شماره 2. استیو اینجا خیلی ناراحت شد که چرا اصلا منو شماره 2 نوشتید و در نهایت هم همونجوری مون دیگه. خیلی به استیو بها نمیدادن، اما استیو خیلی دوست داشت که رئیس بازی در بیاره و دستور بده. اسکات هم نمیتونست این وضعیت رو قبول کنه. مثلا روی رنگ بدنه اپل 2 با یه شرکتی قرارداد بسته بودن که 2000 مدل طیف رنگی داشت، اما استیو گیر داده بود که نه، من 2000 تا نمیخوام، من یه دونه خارج از این 2000 تا میخوام و کلی گیر میداد به این چیزا. اسکات هم میگفت بی خیال بابا، گیر نده روی این جزئیات، یه چیز خوب بسازیم بفروشیم بره. اما استیو خب به هر حال خیلی حساس بود روی این مسئله. مثلا همه شرکت‌ها گارانتیشون 90 روزه بود، استیو گیر داده بود که گارانتی ما باید 1 ساله باشه. اینم نمیشه که، اسکات هم میگفت نمیشه که آخه اینجوری بخوایم ما کار کنیم. به هر حال اپل 2 یکی از موفق ترین کامپیوترهای شخصی شد که تا حالا تولید شده. 16 سال بعد، یعنی سال 1993 تا اون سال تولید میشد و واقعا عجیبه تو این 16 سال اپل 6 میلیون دستگاه از اپل 2 فروخت. عددی که الان شاید یه خورده بزرگ نباشه، اما برای اون موقع واقعا عدد بزرگی بود. با وجود موفقیت‌های خیلی زیاد، استیو خیلی راضی نبود و این رو نتیجه جاه طلبی خودش میدونست، اما همه اپل 2 رو در واقع حاصل تلاش‌های واز میدونستن. تا اینکه استیو تصمیم گرفت که کامپیوتر بعدی یعنی اپل 3 رو بساز. اپل 3 ساخته شد توی سال 1980، اما خیلی موفق نبود چون که قیمتش خیلی بیشتر بود و اتفاقای خیلی خاصی هم روش
نیفتاده بود، فقط مثلا کاراکترهای بیشتری نشون میداد یا مثلا حروف بزرگ کوچیک رو میتونست تشخیص بده و نشون بده. خیلی جذاب نبود تا پروژه بعدی رو استارت زدن. اسمش رو بس اپل 3 یک پروژه شکست خورده شد. پروژه بعدی رو اسمش رو گذاشتن لیسا. حالا چرا لیسا؟ یادتونه توی اپیزود قبلی بهتون گفتم که استیو با یک دختری آشنا شده بود به اسم آلیس، ببخشید به کریستان برناند باش آشنا شده بود و با هم دیگه اونجا توی مزرعه داشتن زندگی میکردن. ظاهراً کریستان از استیو حامله میشه، اما خب اینا چون همه وقت با هم نبودن، استیو میگه که نه این بچه من نیست. تا جایی که بچهش به دنیا میاد، لیسان خودشون رو تا 1 سالگی بزرگ میکنه، کارشون به دادگاه میرسه، دادگاه حکم میده که برین آزمایش دی ان ای بگیرین. آزمایش دی ان ای نتیجهش میشه 94% استیو پدر بچه است، اما استیو دیگه میگه که نه اون 6% ممکنه که من نباشم، بس من خیلی احساس مالکیت به پدر بودن به این بچه ندارم. اما خب دادگاه اونو مجبور میکنه که تا 18 سالگی خرج بچه رو بده. حالا از این بگذریم، اسم اون بچه رو روی این پروژه میزن و پروژه لیسا که اولین ایدهاش از 1978 شروع شد، شروع به ساخت میکنه. حالا از خود لیسا بگذریم، دوباره برمیگردیم بهش و راجبش حرف میزنیم توی اپیزودهای بعدی. بحث ساخت لیسا خیلی جدی تر شده بود. همزمان توی همون دوران شرکت زیراکس توی پالو آلتو، یعنی نزدیک همون جایی که اینا بودن، یه مرکزی داشت به اسم مرکز تحقیقاتی پالو آلتو و معروف بود به زیراکس پارک. توی این مرکز داشتن یه کاری رو انجام میدادن که نظر خودشون قرار بود آینده کامپیوترها رو تغییر بده. ایده چی بود؟ استفاده از رابط گرافیکی به جای متن، چیزی که اون موقع کاملا جدید بود. خبری نوآوری زیراکس رسید به گوش استیو و استیو خیلی دوست داشت بره اون مرکز رو ببینه. بهشون پیشنهاد میده که شما بیایید 100,000 سهم به ارزش هر سهم $10، یعنی یه چیزی حدود $1,000,000 رو من از اپل به شما میدم و شما اجازه بدید که ما بریم و داخل زیراکس پارک بشیم، اونجا رو بریم ببینیم. ارزش اون 1,000,000 سهم فقط 1 سال بعد تبدیل شد به $17.6 میلیون. $1,000,000شون شد $17.6 میلیون. اونام قبول کردن. با چند تا از مهندسای همون اپل رفتن و اون مجموعه رو بازدید کردن، اما مهندسای زیراکس خیلی حواسشون بود که همه چی رو به اینها نشون ندن، تا اینکه بعد که از اونجا بیرون میان، یکی از مهندسا که قبلا اونجا کار میکرده بهش میگه که خب اینا ما همه چی رو نشون ندادن و استیو هم زنگ میزنه بهشون کلی عصبانی که چرا شما همه چی رو ما نشون ندادید و باز دوباره یه قرار دیگه میذارن، میرن و در واقع همه چی رو در واقع اونجا دیگه بهشون نشون میدن. میبینن که یک رابط کامپیوتری، یک رابط کاربری جدید دارن درست میکنن که خیلی جذابه. یه چیزی به اسم موس دارن درست میکنن که این موس توی صفحه حرکت میکنه و کلی کار جذاب انجام میده و اصلا اونجا بود که استیو کلی خوشحال میشه، کلی ذوق زده میشه و میان بیرون و شروع میکنن به تولید کردن. در واقع این یک دزدی تمیزه، حتی میگم بزرگترین دزدی ایده تاریخه. اما خب چیزی که استیو و تیمش درست میکنن خیلی شبیه اون چیزی که بچه‌های زیراکس دارن درست میکنن نبوده و فقط یک ایده و الهامی از اون گرفته میشه. اما خب به هر حال ایده اصلی از همون شرکت زیراکس. و راجع به پروسه تولیدش هم استیو رفت یک دفتری و گفت که من یک چیزی میخوام به اسم موس برای من درست کنید که روی همه چی کار کنه، حتی روی شلوار جینم کار کنه و قیمتش بیشتر از $15 نشه. و مثلا توی رابط گرافیکی زیراکس نمیشد پنجره ها رو روی همدیگه قرار بده، اما استیو کاری کرده بود که میشد پنجره ها پوشه ها رو روی همدیگه قرار داد. با موس روی هر پنجره دوبار کلیک کنی باز میشد و یک رابط کاربری جدیدی رو درست کرده بود. حالا این که مثلا زیراکس میتونه بگه من اصلا این ایده مال من بوده یا نه، این دیگه خیلی جای بحث نداره، چون که کاملا ایده تغییر کرده بود.
حالا زیراکس هم البته بیکار ننشست. توی سال 1981 کامپیوتر خودش رو معرفی کرد که رابط گرافیکی داشت، موس داشت، پنجره و کلی مفهوم هایی که ما الان از یک کامپیوتر میشناسیم رو اون زمان معرفی کرده بود و اما خب چون قیمتش خیلی زیاد بود، بیشتر از $16,000 قیمت داشت، خیلی نتونست موفق بشه. حتی توی بازارهای تخصصی هم خیلی موفق نبود، چه برسه بازارهای خانگی. همزمان با لیسا، اپل داشت روی یک پروژه دیگه هم کار میکرد، یک کامپیوتر ارزون قیمت برای استفاده عموم. ایده این پروژه رو جف راستین داده بود و راستین متخصص علوم کامپیوتری بود که توی دانشگاه موسیقی و هنرهای بصری درس میداد. چند سال پیش وقتی استیو دنبال یک نفر برای طراحی بروشورهای اپل 2 میگشت، استخدامش کرد و شده بود مسئول چاپ و نشر اپل. خبر وجود زیراکس پارک رو هم راستین به استیو داده بود و رسونده بود که بعدش پا شدن رفتن اونجا و اون سالن محرمانه رو دیدن. اما راستین رفت پیش مارکولا و در مورد ایدهش گفت که ساخت یک کامپیوتر برای عموم مردم با یک قیمت تقریبی $1,000 و همه چی رو باید داشته باشه، یعنی مانیتور داشته باشه، کیبورد داشته باشه، موس داشته باشه. و راسکین اعتقاد داشت که باید طوری جمع و جورش کنیم که قیمتش خیلی کم بشه، توی هر خونه هم بشه استفاده کرد و در واقع بشه به آرپانت هم نصبش کرد، همون نسل قدیمی یا یه جوری پدر اینترنت فعلیه. مارکولا هم موافقت کرد باهاش و این رفت توی دفتر شروع کرد به کار کردن. اسم این پروژه هم گذاشت مکینتاش، یه مدل سیب گوشتی قرمزه که خیلی هم خوشمزه است، اسمش رو گذاشت مکینتاش. اما اصل تمرکز اپل روی پروژه لیسا بود. این پروژه خیلی براشون مهم بود و کلی هم روش هزینه کرده بودن. توی این پروژه هم کلی مشکل وجود داشت، اما پروژه مکینتاش هم با حاشیه‌های خیلی زیادی داشت کار میکرد، اما خیلی به نتیجه خاصی نمیرسید. اصلا اینا میرفتن توی دفتر اونجا شروع میکردن به بازی کردن، خیلی دنبال کار نبودن، تا جایی که مارکولا و اسکار یه چارت سازمانی جدید چیدن و میخواستن از دست استیو راحت بشن. اونو فرستادن به پروژه مکینتاش و گفتن آقا شما برو اونجا کار کن. استیو هم خیلی راضی نبود، اما خب به هر حال بعدش دیگه مجبورش کردن که بره اونجا کار کنه. اونجا که رفت شروع کرد به ساماندهی. اونجا خیلی همه چی به هم ریخته بود، اصلا پروژه جلو نمیرفت، کار نمیکردن، تا اینکه استیو رفت اونجا و شروع کرد به سر و سامان دادن به اونجا. مثلا یه تراشه و یک پردازنده رو گذاشته بودن که نمیتونست کار کنه و استیو گیر داده بود که آقا نه، این تراشه رو ما باید عوضش کنیم. اونا قبول نمیکردن، گفتن نه، قیمت بالا میره. تا اینکه استیو کار خودش انجام داد و تراشه رو عوض کرد. اصلا خیلی دوست داشت. یه جایی هم مثلا زیرا به همین دوستش رو زد که ایده اصلی مال اون بود. یه جایی میخواست که اصلا اسمش رو عوض کنه، اسمش رو میخواست بذاره بایسیکل، چون معتقد بود که کامپیوتر یه دوچرخه برای ذهن آدمه و اعتقاد داشت که دوچرخه باعث شده که انسان‌ها بتونن پیشرفت بزرگی داشته باشن. کامپیوتر هم در همون حد میخواد پاش رو جلو بذاره. اما خب موفق نشد این کار رو انجام بده و پروژه همون مکینتاش باقی مون. اما این دفعه دیگه با سرپرستی خود استیو داشت پروژه جلو میرفت و براش هم کلی نیرو داشت استخدام. اصلا روش استخدام کردن استیو روش خیلی جذابی بود. مثلا توی سالونی پارچه رو روی سیستم مینداخت و پارچه رو میکشید، طرف اگر علاقه نشون میداد، ذوق میکرد و میرفت مثلا موس کامپیوتر رو میگرفت فاش کار میکرد، استخدام میشد. تغییر این صورت نه، استخدامش نمیکرد. خیلی شیوه‌های مختلفی رو برای استخدام به کار میبرد و باز دوباره اون گیر دادن‌های معروف استیو ادامه داشت. مثلا سیستمو که روشن میکردن خیلی طول میکشید که بالا بیاد. گیر داده بود، میگفت 10 ثانیه باید از این کم کنیم. حالا استدلالش چی بود؟ میگفت که اگر 10 ثانیه اگر 5 میلیون آدم نفر بخوان از این سیستم استفاده بکنن، هر روز 10 ثانیه بیشتر طول بکشه سیستمشون بالا بیاد، هر 300 میلیون ساعت از عمر کاربرهامون رو تلف کردیم. این در واقع یعنی عمر 100 تا انسان رو ما تلف کردیم و طرف رو خیلی هیجان زده میکرد که بره و این کار انجام بده و این اتفاق هم معمولا توی حالا پروژه‌ای که داشت کار میکرد اتفاق میافتاد.
و خیلی هم فشار روی بچهای تیمش میورد تا جایی، البته خب انگیزه رو هم بهشون میداد. مثلا روی پیرناشون نوشته بود که 90 ساعت کار در هفته و ما عاشقش هستیم. 90 ساعت خیلیه. این قشنگ کل زندگیشون رو وقف این پروژه کرده بودن و همشون افتخار میکردن که توی این پروژه دارن زیر نظر استیو جابز دارن کار میکنن. ظاهر مسئول هم خیلی برای استیو مهم بود، به کوچیکترین جزئیات مثل همون اپل 2 دقت میکرد و خیلی بحث زیادی سر این که مثلا پروژه قراره که چه شکلی باشه. یه بحث دیگه هم که استیو خیلی روش تاکید میکرد بحث فونت بود. توی اپیزود قبلی هم گفتم که توی کلاس خطاطی توی دانشگاه شرکت کرده بود و اعتقاد داشت که باید فونت نوشتاریمون خیلی قشنگ باشه وگرنه با بقیه ما فرقی نداریم. مارکولا بهش میگفت بابا این چیه؟ این چیه دیگه؟ چرا وقتی مردم رو میگیری برای همچین چیزی؟ میگفت نه، فونت به شدت مهمه و چون میخواد چاپ بشه بیرون بیاد باید مردم بخونن و یه چیز قشنگ چشم نوازی باشه. کلا فونت چیزی بود که قبل از این کسی خیلی بهش اهمیت نمیداد، اما بعد از این فونت‌ها خیلی مهم شدن و استیو اعتقاد داشت که باید اسم فونت‌ها جوری باشه که مردم بشناسن و توی ذهنشون بمونه، مثلا نیویورک، سان فرانسیسکو، برلین، لندن و از این جور اسم‌ها. و این فونت‌ها همین الان هم داخل سیستم‌های هممون وجود داره. پروژه مکینتاش حسابی رو به پیشرفت بود. استیو داشت عشق میکرد و همه چیز دقیقاً همونطور که همون مدلی که دوست داشت پیش میرفت. حدود 60 تا کارمند داشت توی تیمش و ساختمونش رو هم عوض کرده بود و رفته بودن یک پایگاه اختصاصی خوب برای مکینتاش رو انداخته بودن. اما این وسط استیو هنوز یه مانع سر راه بود. مدیر عامل شرکت مایک اسکات هی تصمیم استیو رو میبرد زیر سوال. استیو هم دنبال این بود که کله پاش کنه. یه بار که اسکات برای تعطیلات رفته بود هاوایی، استیو تیر خلاص رو زد، یک جلسه هیئت رئیسه تشکیل داد و به اتفاق آرا آقای مایک اسکات رو از مدیر عاملی اپل برکنار کرد. حالا مارکولا شخصا مدیر موقت اپل شده بود و این یه طوری اختیار عمل استیو رو هم بالا برده بود. اما شرکت هنوز نیاز به یک مدیر عامل داشت. مارکولا خودش خیلی علاقه به این که بخواد مدیریت کنه نداشت و حوصله مدیریت هم نداشت. استیو هم میدونست که خودش از پس این کار بر نمیاد و به شدت دنبال افرادی بودن که بتونه مدیریت اپل رو به عهده بگیره. به چند نفرم پیشنهاد دادن، حتی حقوق خیلی خوب، مثلا سالی $1,000,000 هم براش در نظر گرفتن، اما خب به نتیجه نمیرسیدن. حالا این وسط کلی اتفاق دیگه هم افتاده بود. مثلا به این نتیجه رسیده بودن که کسی رو باید استخدام کنن حتما باید بازاریابی هم بدونه، خیلی نیاز نیست از کامپیوتر بدونه. خب با این هدف گذاری جدید رفتن گزینه‌های جدیدی رو پیدا کردن و یکی از اونها جان اسکارلی بود، مدیر عامل وقت پپسی. اسکارلی از اول کارش به عنوان فروشنده توی پپسی شروع به فعالیت کرده بود و بعد هم مدیر تبلیغات و بعدم مدیر عامل شده بود. حالا توی صنعت کامپیوتر نبود اما دوست داشت که وارد این حوزه بشه، چون معتقد بود که آینده دنیا به سمت کامپیوترها داشت پیش میرفت. وقتی هم وارد محیط اپل شد دید که آقا اینجا خیلی بلبشو، همه چی به هم ریخته، اینا سر جلسه داد میزنن سر هم دیگه و محیط پپسی خیلی محیط آروم تریه. استیو هم اما تحت تاثیر استیو قرار گرفته بود و استیو هم خیلی دوست داشت که اسکارلی بیاد و توی در واقع مدیریت اپل بهشون کمک کنه، تا جایی که هر چی که اسکارلی میگفت استیو هم میگفت آره منم خیلی باهاش موافقم. مثلا راجع به فرانسه خیلی با هم نظر بودن و خیلی جاهای مختلف سعی میکرد که باهاش اشتراکاتی پیدا کنه که اسکارلی بیاد و مدیر عاملی رو قبول کنه. اسکارلی به این فکر کرده بود که خب من چجوری این کارو نکنم. اومد به استیو گفت که من $1,000,000 بابت قرارداد 1 سالم میگیرم. خب باش. گفت من $1,000,000 بابت حق امضا میگیرم. گفتن خب اونم باشه. اصلا اسکارلی مونده بود، نمیدونست که واقعا این واقعی یا نه، اما خب این کار رو انجام داد. یه جایی هم اسکارلی همش داره بهانه میاره و استیو یه جمله‌ای بهش میگه که همه چی رو عوض میکنه. میگه که دوست داری بقیه عمرت بشینی آب شکر قاطی کنی و دست مردم بدی، یا میخوای بیای پیش من و دنیا رو عوض کنی؟ اینه که گفت دیگه اسکارلی نمیتونه هیچ حرفی بزنه و بعدم خودش میگه حس کردم که یک مشت محکمی توی شکمم خورد و دیگه قبول کردم و زیر قرارداد رو امضا کردم.
استیو قصد داشت که یک کمپین تبلیغاتی خیلی عظیمی را بندازه و بزرگترین جایگاهی که برای این تبلیغات هدف قرار داده بودن وسط سوپربول بود. سوپربول مسابقه فینال فوتبال آمریکایی که هر سال به صورت تک‌بازی بین قهرمان کنفرانس شرق و غرب برگزار میشه و زمانش هم که الان وسطای فوریه است، ولی اون موقع یه ماه زودتر یعنی وسطای ژانویه بود. بین دو نیمه این مسابقه کلی خواننده و اجراهای بزرگ میان و کلا خیلی خفنه و کلی بیننده داره. یه چیزی بیشتر از 100 میلیون نفر هم بازدید کنندشه، یعنی کلی هزینه انجام دادن. برای هزینه حدود 3 تبلیغ حدود 6.5 میلیون دلار بود و کاری که اینا انجام دادن برای محتوایی هم که میخواستن بسازن حدود محتوای 1 دقیقه 900,000 دلار هزینه کردن. حالا داستان از چه قرار بود؟ اصلا رفتن یکی از بزرگترین کارگردان‌های آمریکا رو آوردن و باهاش قرارداد بستن، آقای ریدلی اسکات که کارگردان مشهور سینما بود. فیلم‌هایی هم که ساخته بود، فیلم مثلا گلادیاتور، کارگردان فیلم گلادیاتور اومد براشون این رو ساخت و از رمان معروف 1984 که توی همون سالها جورج اورول اون نوشته بود استفاده کردن. و حالا تیکایی از ویدیو رو براتون میذارم که ببینید اصلا چه شاهکاری رو خلق کرده بودن و واقعا هم گرفت این تبلیغات حدود 100 میلیون نفر بیننده. و بعد از این تبلیغ Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. What are we on earth? We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will pray. پخش شد توی تمام آمریکا، همه منتظر بودن که این چیه، این مکینتاش قراره چه اتفاقی رو رقم بزنه. میرسیم به 1984 24 ژانویه که مراسم معرفی مکینتاش بود، یکی از پر استرس ترین روزهای استیو و حالا با اون تبلیغی که انجام داده و همه منتظرن که این کامپیوتر رو ببینن، استیو از 1-2 روز قبلش تمام جزئیات رو بررسی کرده بود و چندین بار اجرا کردن تا کامل مسلط بشن به اوضاع، از نور سالن بگیر تا اینکه چجوری دستگاه رو رونمایی کنن. صبح قرار بود مراسم برگزار بشه و استیو تا نصف شب درگیر این کارها بود. اسکارلی یعنی مدیر عامل شرکت رو مجبور کرده بود روی تک تک صندلی‌های سالن بشینه و نور رو بررسی کنه ببینه همه چیز رو خوب میبینه یا نه. یعنی تا این حد حساسیت وجود داشت. بالاخره مراسم شروع شد، کل صندلی‌های سالن پر شده بود، همه واقعا آتش داشتن ببینن این مکینتاش چیه. اول جان اسکارلی به عنوان مدیر عامل شرکت اومد بالا و یکم صحبت کرد، بعد کلی از استیو تعریف کرد و معرفیش کرد که بیاد روی صحنه و استیو هم آمد اول شروع کرد در مورد آی بی ام و کارهایی که کرده، از فرصتایی گفت که آی بی ام توی اون سالها از دست داده و بعد از مسیر اپل گفت و رسید به الان یعنی 1984. خب و کلی گفت که آی بی ام قصد داره آینده مسلط بشه، یه بازار انحصاری درست کنه. حالا امید همه به اپلی که جلوی این بازار انحصاری رو بگیره، در واقع اومد رقیبش رو اونجا داغون کرد. اما تماشاگرها همچنان داشتن تشویق میکردن و دوباره اون تبلیغ معروف پخش شد. صحبتاش که تمام شد گفت میخوام شخصا مکینتاش رو بهتون معرفی کنم. بعد هم تاکید کرد که صحنه‌هایی که قرار ببینید همه با همین کامپیوتر ساخته شده. عرض صحنه تاریک رو طی میکنه، میرسه به کیفی که اون طرف صحنه است، کیف رو باز میکنه، دستگاه رو با یک دست از توش بیرون میاره، موس رو هم در میاره و وصل میکنه بهش. و این خیلی مهم بود چون که اون موقع در اون موقع بعد اول کلمه مکینتاش از جلوی تصویر رد میشه و بعد یه صفحه اومد که بالاش نوشته بود مکینتاش، زیرش انگار یه چیزی داشت با دست نوشته میشد، مینوشت چی، اون عبارت همین دیوانوار عالی. همین الان هم روی گوگل سرچ بعد از این معرفی همه افراد میان و میشینن، افراد تیم میان و میشینن امکانات اپل رو توضیح میدن، امکانات مکینتاش رو توضیح میدن و همش دارن تشویق میکنن، همه حیرت زدن از این موضوع.
یکی نفر میپرسه، یکی از خبرنگارا از استیو میگه چه نوع تحقیق بازاری برای این محصول انجام دادید؟ بعد استیو جواب میده که مگه الکساندر گراهام بل وقتی داشت تلفن رو اختراع میکرد وضعیت بازار رو بررسی کرده بود، ما اومدیم این رو اختراع کردیم، چیزی قبل از این وجود نداشته که ما بخوایم راجبش تحقیق کنیم. و خیلی جواب خوب و دندان شکنی. با وجود معرفی خوب و فوق‌العاده مکینتاش، اما اوضاع اونجوری که اینا پیش بینی می‌کردن پیش نرفت. فروش مک خیلی پایین‌تر از حد انتظارشون بود. اولش توی اون هایپی که درست کردن خیلی خوب فروش رفت، ولی کم کم فروشش افت کرد و رسید به ماهی 10,000 تا، یعنی یه شکست واقعی. یکی دیگه از دلیلاش لیسا بود، یعنی اپل همزمان روی 2 تا سیستم داشت کار می‌کرد و جفتشون پرهزینه بودن. خب این رقابت برای جفتشون به ضرر شرکت بود و هرچند که جامعه هدفشون با هم دیگه فرق میکرد، اما خب اینا رو داشتن با هم دیگه مردم مقایسه میکردن. مثلا لیسا یک رم خیلی قوی داشت، اما به واسطه هزینه کمی که برای مکینتاش انجام داده بودن نمیتونستن از اون رم برای مکینتاش هم استفاده کنن و هیچ حافظه داخلی هم نداشت، یعنی شما مجبور بودید همش فلاپیا رو عوض کنید. یکی دیگه از مشکلاش مکینتاش کلا فن نداشت و این اصلا خوب نبود، چون باعث میشد دستگاه کلی داغ کنه. بحث دیگهش بحث قیمتش بود. $2,500 قیمت نسبتا بالایی بود، در صورتی که دوی همون روزهای اول تصمیم گرفته بودن که قیمت رو تا $1,000 داشته باشن. اما خب به هر حال با سیاست‌های استیو باید قیمت به همین میرسید. میتونستن حاشیه سودشون رو کم کنن، اما مدیر عامل شرکت این رو خیلی نمیپذیرفت. حالا چرا خوب نفروخت؟ به خاطر اینکه اگر یه محصول بخواد خوب بفروشه باید کلی از عوامل دست به دست هم بدن و معمولا هم این شکلی نیست که یک محصول همیشه بتونه پرفروش باشه. گفتم بهتون رمش ضعیف بود، هارد نداشت، داغ میکرد و قیمتش نسبتا بالا بود. لیسا هم همینطور بود، اما اونم قیمتش خیلی بالا بود و مشکلات خودش رو داشت. اما خب خیلی همه با این مارکت، در واقع اینا فیت مارکت نبودن. دلیل فروش کمشون هم این بود. توی همون زمانها بود که البته بحثش خیلی مفصله، ویندوز هم موفق شده بود و یه چیزی همین ویندوزی که همه داریم ازش استفاده میکنیم، اون زمان بیل گیتس و مایکروسافت و ویندوز و تاریخچه‌شون رو هم اگر بخوایم بگیم خیلی به درازا میکشه. احتمالاً توی یک اپیزود مجزا راجبش حرف بزنیم. اما خب یکی دیگه از دلیل‌هاش هم همین وجود ویندوز بود، چون ویندوز هم اون زمان داشت به بازار ارائه میشد. تا اینکه عرضه مکینتاش توی اوایل سال 1985 اوضاع اپل خیلی خوب نبود. فروششون 10% انتظاری بود که داشتن و همین اعتراض ها رفته بود به سمت استیو، چون هزینه‌ای که برای پروژه میتراشید خیلی زیاد بود و از اون طرف هم خب خیلی نمیتونست بفروشه ازش و این مسائل باعث شد که چند تا از افراد اصلی تیم مکینتاش که هر کدوم به یه بهانه‌ای از شرکت جدا بشن و خیلی از مدیرها میرفتن پیش مدیر عامل شرکت اسکارلی و بهش میگفتن استیو داره خیلی روی جزئیات محصولات تاکید میکنه و اوضاع خیلی به هم ریخته است و هزینه خیلی زیادی داره برامون میتراشه. اسکارلی هم با استیو لج افتاده بود و میگفت که تو باید از مکینتاش بیرون بیای و بری یک بخش دیگه ای کار کنی و این باعث شد که استیو و اسکارلی بر به مشکل بخورند و بالاخره موفق شدن که استیو رو راضی کنن که از مکینتاش کنارگیری کنه و این پروسه توی چندین ماه اتفاق بیفته. استیو کنار نشست و تصمیم گرفت علیه اسکارلی کودتا کنه، همون کاری که برای مدیر عامل قبلی انجام داده بود و با چند تا از بچه‌ها. اما خب یه نفر جاسوسی کرده بود و این رو به اسکارلی اطلاع داده بود. اسکارلی برای یک حالا قرارداد میخواست به چین بره، اما با توجه به اینکه فهمیده بود که استیو قراره که بر علیهش کودتا کنه این کارو نکرد و همونجا یک جلسه خیلی اورژانسی رو تشکیل داد و با هیئت مدیره تصمیم گرفتن که استیو رو
بیرون کنن و ازش خواستن که استیو از شرکت بره و استیو هم دیگه چاره ای نداشت. خود اسکالی رفت توی دفتر استیو و ازش خواست که شرکت رو ترک کنه و استیو هم وسایلش رو جمع کرد و شرکت رو ترک کرد. اینطوری شد که استیو از شرکت خودش که خودش اون رو راه انداخته بود و یه جورایی همه اون رو به اسمش میشناختن کنار بره. استیو رفت تا شاید کار جدیدی رو انجام بده و اپل رو به حال خودش رها کرد تا جان اسکارلی و دوستان مثلا اپل رو نجات بدن. قبلا هم واز هم از شرکت رفته بود سر همون ماجراهای پیش اومده و عملا دیگه نه استیو نه واز صاحب شرکت اپل نبودن. این داستان برند اپل و داستان زندگی استیو جابز بود و دومین اپیزود بود که راجبش با هم دیگه صحبت کردیم. 2 اپیزود دیگه هم در ادامه ساخته میشه و بهتون میگم که چه داستانهای دیگه‌ای برای استیو وجود میاد و چجوری دوباره اپل رو صاحب میشه و خودش رو در واقع بالا میکشه و اپل رو به اینجایی که الان هست میرسونه. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید و ما رو دنبال کنید. زنگوله رو هم فشار بدید که به محض انتشار ویدیوی جدید شما اولین نفرهایی باشید که مطلع میشید و خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم.